شمالی لالزار باشه با من چی گیلا زمستانش بار باشه با من چی گیلا بیا اینجا که تو کار دارم بیا بیا اینجا که تو کار دارم من میرم بغل دادی خو تو خود تو بیا یک دقیقه شما بیای ماما نوروز خب بیا دیگه جوانده بیا که من میرم رو قد میکن بیا دیگه اینا بس کسی ماما نوروز ما برم بغل دادی خو بغل دادی خو میری؟ چی خاطری؟ میرم که کمکی خمتریش بستنم خمتریش من اون پخته میکنم گیلا من دیگه وقت تو رو میگیرم خوبه فهمیدی؟ سکو برو با مادر خو بگو ماما نوروز بستونه اشتا بستن من با تو پیه هم میدم صاحب زمین میشین بفهمیدی؟ صاحب باغ میشین دیگه چی میگی؟ چی مای مادر تو دیگه؟ آها عریسی بگیری؟ مر بستونه چیکار میشه؟ بانشه با بچه همی چی نگی باباس و بچه شما نگو هیچی اصلا دن خواه نکی بفهمیدی؟ انا یک پینگه هم با تو میدم خیلی بینی فقط بیدو بچه هم خبر نشه دیگه نه فقط سکو از باغ حق داری از زمین حق داری از گسپندو از گوه هم حق داری شفتال و گنده همه گل جان باش دیگه مال شریک میشه بوده من عریسی میگیری؟ عریسی میگیرم اگه مادر تو مرد شیرینی خیری چی؟ همه چیزه گل جان نونی یا شروعی؟ پلوی پلوی؟ بفهمیدی؟ برو مگم نانه بیا ماما نوروز بستانی سگو چی میگه؟ خبر به من بده که شما شوهر نانی ماشین دیگه بفهمیدی؟ خبر به من بیاری خوب برو دیگه برو به کسی نگم نه به بچه همی چی نگی دیگه خوبه ماما نوروز ماما نوروز راستی که شما خود زد نانی بگه ماما نوروز که مادر عباس زن داریم شما ما هر چی که پرو میاریم به جوری به در میکنه او به درد ما نمیخوره مادر عباس باشه مادر عباس همه چی نگی بفهمیدی؟ بگو هر چی که به جوری میاره به پرو بیرون میکنه بفهمیدی؟ بس زندگی من تباه کرد انی تو بگم خوبه چه وقت شده بابا بفهمیدی؟ مرتکه یک زن دیگه داره به فکر یک دیگه آنی سلام علیکم تا بگو غلام تو کار داره بیا اینجا بیا خوبه سلامت شکر زنده باش میگم غلام جا باشه به 50000 پول به پیش ما هستم اینا رو برای تو بدم خیلی سلامت باشه مختار شیرینیت به خوب استرم نه به خاطر شیرینیت نه به خاطر ازی میدون که برای دومات تو یک جای زن کنه دومات به زن بله دومات به زن داره دیگه یک زن داره کو هم شیری بده دیگه چند تا زن باید کنه اشته زن داره که بیا آماده به خوشی به خسرونی آماده به خوشی شما بله بابا خسرو بریم گله که بدید بزو 50 بده گفت برو به مادر خو بگو بیا مربوستو که ما دست زن خو عذابم به جرو میارم و پرو به در میکنه پس این رقم چیش بابا شاید چیش زنده باشه خیر بینی خب بفهمیدو یعنی باید به سر خوار بزن کنه درسته سکو غلام من چی میگم برو به خوار خو بگو به دومات خاممی گپ بگو اگر یک دفعه دیگه این گپ نزدک از ما و شما دیگه به داخل از این منطقه گندگی میشه این خو یکی دیو مونده از یک می گپ به زبون همین مردم به طعمی خله به طعمی دی بفتکه به ما مردم دیگه چی میمونه راست بگه باور کنه بگن ارمونا به خاک ببره دومات بکمه زد کنه به سر خوار به با خوشوم حق نداره که برشو کنه او پیرزال بیوی افتاده دیگه بیچاره او مجبور بالا سرم بچه‌ها خو بچینه وقتی که خصوص تو همین کارو بکنه او بستونه خسرو برام به کجا بره اینا کی جمع میکنه راست بگه مامان نوروز ولی پایانه به لب گور رسید ولی زن ما هم چه کار بابا همین بگو 30 سال 40 سال میشه خودم زن خود تیر کرده ولی به سر پیری دیگه با ما زندگی بستونه یعنی خوار تو کجا بونه دیگه بازی زندگی ما چه خب بابا همین گپ بگو مال فقط خوب شو خدا شما روز نیکی بده کمی گپ بگفته که برو بره خوار خوب بگم خوار فکر تو باشه که با خوشی نورالله بگو با خوشی آماده سلامت باشه خیر بری خدا شما رو بده عمر بده عجیب مردم افتادیم خودی از اینا آی ولنگ ولنگ
آی امان ناز دلبر بلبل مسیار یار آی آقا جان خدا مبارک کنه آی بر همه کس یار گیلنگ اشتنی؟ اشتنی عباس جانجوره چیار هست خیلیاته شکر چی گفایه؟ شاگرتی میخونده گیله آه یک دقیقه بشی تو کار دارم رفته بله چی کار داری؟ تو کار دارم گیله جو آه سیگو تو یک چند کلمه گپ بگم بفهمیدی؟ شرط گیله که رفیق ما هستی امیت روک و راست و پوسکنده و هم گپ کنگی دیگه کش بشی راست بگو بفهمیدی؟ گیلک دیرو پیار مه آه و تو پینجری به پول داده بود که گیلک این پینجری بگی بکو خرج کو برو به خونه و مادر خوب بگو که مامان روز گفته بیا مر بست ها همین گپ بگفته بود یا نه کی؟ پیار مه کی شموده تو شو مادر پیار مه خو یک میگم پیار مه تو پول داد که برو مادر خوب بگو که بیا مر بست آه اوتاک بسته پالک گفتک سبستو پال سبستو گندمون گفتک به اسم مادر تا قبولن پلمه اله که خلاصی گپ بگو چی گفت تو چی گفته؟ همین تو گفت تو گفته که برو گیلک نانه تو که بیوه مادر تو بیوه آفرین فهمیدی؟ ها برو بگو بچه ها گفتک نفهمه بچه ها گفتک مادر عباس اینا عشق کردم نفهمه چه نفهم مگو تو چرا نفهمه انا گفتک که خاطر که با مر دو میده زنمه انا چسکو برو بگو گیلک جان ای پینجه هست تو بخو خرج گیفتیری بخواه برو بلانه خمی تاسته اختلاط کرده بگو آب بستونیم مامان اولوز پیار عباس رو بستونیم زندگی ما خوب میشه ایت میشه من عقل کمال ندارم بگفتم یک بار نانه میگفتن که بروی تخته کرده پیار عباس خورد تو مادر خوب گفتی به کی؟ با مادر دیشب اختلاط کرده نمیفتیری مادر چی گفته گو بروی تخته کرده خورد مامان اولوز کی؟ مامان اولوز گفته خورد بروی تخته کرده برای به قبرستون بره این شرم یا خجالت نمیکشه این از خود زن و چه داره چرا میای من عاشق به یک دل و نادل به ما عاشق میشه وای تو سیکو تو بیشتر کار بعد گیله آقا کمال بخوری زنده باشی همونجا گفتم پیار یک چند کلمه گپ میگفتین شما که زن دارین شما بچه دارین شما از خود خونه دارین ما برای اگه پینجه که بدیدم اصلا خود گم کردم نفهمیدم تو همین تحت پوله که ببینیش که نمیشناسی تو نه، تو مادر تو میت گپ گفت تو اشته دفاع نمیکنه خود چرا دفاع کنم نانه پیار تو نانه بر بستون ما زمین داریم خب زمین ها بخش میکنه پیار تو نصف زمین هست تو گندمی هست تو شفتلی از ما صاحب دارم برم پیش سیکو چه کار میکنم اشکی صاحب دی اگه من زنده بودم اگه این برورا زنده بود که پیار تو و قیامت مگرن زن نکنه بفهمیدی که چی واسه مادر تو بستونه ما بگفتم مادر تو بیا مادر سر مقال برای انداخته ما در سر بکنه ما گفتم ما چرا شما نسبتدار بشی گفتک مادر عباس به جری میارم به پیرو بیری میکنه امر کاکک نینی میکنه تمام قلار امر بچه به این بر به دختره خدا ده بکی داده جو خیر برسه که چی میگم این گپ اینجا پیش میگفتی ویش کنی که بعد چه اون هفته بعد که گیله و محیط گفته مردم دی خبر هست که با دیگ میشه از من علیسی مادر به کی میگیری عباس به پیار خب بابا چی میگم که کرونا علیسی نمیگیری شیرینی خوری مادر خود دیگه جونم زاد دار کو شیرینی خوری که جان اشتنی دیگه نکنیم ماما نوروز یعنی های دیگه چیزی من به شما ماما نوروز نمیگم میگم های چه کار کردم ماما نوروز این گپی نبوده که شما به برار میگی لک بگین ها شما ماما نوروز سی کنی پیارمه شما زن خورداریم خونه خورداریم بچه خورداریم شما اشته به برار میگی لک میگیم این پینجه ای هست تو برو و مادر خوب بگو بیای مر بستونه همین گپ شما زدنه ما کور شما اگه می گپ پر گفته باشم برار خوبه کردم چری تو با مال به تو بسته میکنه مامان روز برار بیعقل مرگیر کردیم پینجری پیبری و بداده سر رد خیلی چرب کردیم حالی با بگیم کور شو بگیم اگه لار شما می گپ زده باشه اگه ما برو ممو گیله که بیارم همین جگاه شاهد قرار دو کمی گپار شما بزده بدین او وقت چی؟ من نگفتم برای هیچ چی نگفتم
انالی دیگه مگر نیست به می کشور بیارم که تا به شما می گپ شما رو لالا بدن جمعه تومت بسه نکو برای خوبه گردم مامان رو این گپ شما دادن نبوده حالا که بگفتیم به گپ خوب پابند باشیم که بابا می گپ بزد و اشتباهی بشده نکنیم مامان رو شما زن مردمی دبون خوب گم شما اگر می گپ پر گفته باشم چری تو تومت بسه میکنی کوکو دلم استیاد پی پرگول رو یکسر میگی و میشنوی مامان رو سعی کنیم من به شما یک کلمه بگو خب بگو برفتم به خونه خوب دیدم مادر من گیره میکنه و نفری میکنه گیلکم شیشته بود کی نفری میکن؟ شما نفری میکن من نفری میکن؟ آه چری؟ جریفه به گیلک دیدی بگیم برو به مادر خوب بیای من بسونه این گپ شما زدنه ها کوکو جو برار من نوری چشم چری به من تومت بسه مامان رو زمین داریم سعی کنیم سکوینه من چی میگم زمین داریم گو داریم گوسپند داریم هر مرگ و خاکی که داریم شما به گیلک گفتیم اگه مادر تو من بستونه از زمینا هم مقبر میشی شیریگمال میشی ما تیریم خدا زمینا شما گوه شما گوسپندار شما به خود شما رو بدری کنه با مادر محدشو کنه میای شما خودی کلگنده شما میستونه ها کجی جان گپ مفتم نزدم گپ زدن خم بفهم که من تاگیش من خوبم به گپ زدن خوب میفهم تو سردل داری کوکو همیته که ما به گپ زدن خوب میفهم اون روی همی دنیا اصلا تو به گپ زدن خوب نمیفهمی تو دیونه شدی که میگه پر میزنی با ما تومت بسته میکنی با مردی سفیدی خجالت کش ماما نرو چری پیپین داریم برای زندگی نری همون کار برمی به چاه خونگاه داریم که بعد از سر شما به شما یه خدمه خیراتی بگیره این رو صبح به خیر خوشی میموریم همونا رو بگن که پیار مر خدا بیامرد این 4 میل که زمین رو با ما بقدیش برای زن نگردید آنی با به شما بگو ماما نروز بار آخیر شما باشید گیلک نافهم بیعقل سادیه من خیلی هوشیارم بفهمیدیم بیت کارا